اتحاد شوروی و چین. اتحاد شوروی و چین هر دو از کشورهای بزرگ کمونیستی در عصر 20 بودند. اما چی شد؟ اتحاد شوروی در سال 1991 برهم خورد، اما چین نه. امروز در قرن 21 چین همچون یک کشور ابرقدرت در جهان است. بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1953 راهبر اتحاد شوروی یوسف ویساریونویچ استالین بود. در چین مائو زedong به سر قدرت آمد، یک کمونیست. او می‌خواست در چین سوسیالیسم چینی را به وجود آورد. مائو زedong می‌خواست اصلاحات را از زمین آغاز کند، از زمین‌های کشاورزی. این کار او در چین قحطی را به میان آورد. از روی گفته مورخان اروپا در این قحطی ها 38 میلیون نفر جان خود را از دست داده بودند. بعد از مرگ مائو زedong در سال 1976 در سال 1978 راهبران چین سیاست درهای باز را پیش گرفتند. در سال 1980 اقتصاددانهای جهان را به چین آوردند برای در دانشگاه ها تدریس کردند. بدین واسطه در چین منطقه های آزاد اقتصادی تشکیل شدند. سرمایه های خارجی به چین وارد شدند. از اینجا چین رشد کرد. بالاخره آنها بازار آزاد را به وجود آوردند. برخی از اعضاهای حزب کمونیستی میلیاردر شدند. اعتراضها افزودند. 15 اپریل سال 1989 اعتراضهای دانشجویان از پکین آغاز گردید. این اعتراضات را سرکوب کردند. در این اعتراضهای پکین 2000 نفر کشته شدند. بعد از وارد گردیدن سرمایه‌داری و سرمایه ها به چین و سرکوب اعتراضها، چین به اقتصاد جهانی پیوست. دولت چین با واسطه استفاده کارگران ارزان و بیشمار اقتصاد خود را رشد می‌داد. همین عمل‌هایی که دولتداران چین کردند، چین پایدار ماند و در قرن 21 به یکی از کشورهای ابرقدرت تبدیل یافت. اگر بر سر شوروی رویم، اتحاد شوروی از این چیزها خیلی دور بود. همین باعث گردید که اتحاد شوروی از میان رود.